با تازه‌ترین خبرها و گزارش‌های جالب از استودیوی مرکزی رادیو آزادی از شهر پراگ من شالگل خوجا شما را آشنا می‌کنم. سلام. امروز در برنامه حکومت تاجیکستان می‌خواهد استفاده درست زمین را تامین نموده به حالت‌های تقسیم غیرقانونی زمین خاتمه بخشد. قرغیزستان از توسعه نفوذ رویه سلفی دین اسلام و شاخه‌های مختلف آن در قلمرو این کشور نگران است. سلفی‌های تکفیری و جهادی مثل گروه‌های وحشت افکن دولت اسلامی، القاعده و بوکو حرام بوده و کشور ما تهدید می‌کنند. القاعده بوکو حرامga o'xshagan uyumlar. Demek bizning qo'mchilikqa, o'lkamizga, mamlakatga tudiradi. و سیر داریم به شهر ترسونزاده که ساکنانش به ماشین‌های سبکروی تیکا توجه خاص دارند. همه چند گردتم یک سو میگیرند. گیر گشت بیانم. خیلی کمتر دورتر روند نمیدونم. همه گیر اطراف شهر فقط یک سو. در مجلس حکومت تاجیکستان که روز 24 فوریه در دوشنبه زیر ریاست امومالی رحمان برگزار شد، مسئله استفاده درستی زمین در کشور مطرح گردیده است. در تاجیکستان کم زمین بحث دسترسی به خطه‌های زمین سالهای اخیر داغ می شود و بیشتری بحث‌های دادگاهی هم محض مربوط به همین مسئله است. شمار این پرونده ها به صدها عدد می رسد. موردهای زیاد جای دارند که زمین ها نخست برای بنیاد خانه تقسیم می گردند و سپس به منفعت دولت برگردانیده می شوند. موضوع همکارمان کامرسیاتو پیگیری نمود. دفتر مطبوعات ریاست جمهوری تاجیکستان میگوید که پرزیدنت امامعلی رحمان خواستار پیشگیری عملهای غیرقانونی در استفاده و تقسیم زمین شده است. دادستان کلی تاجیکستان چند روز قبل پیشنهاد کرده بود منزل‌های استقامتی که به طور غیرقانونی بنیاد شدند به فایده دولت مصادره شوند. یوسف رحمان روز 16 فوریه در اجلاسیه مجلس ملی پالاتای بالایی پارلمان تاجیکستان به مسئله فروش زمین و آینده خانه‌هایی که غیرقانونی بنیاد شدند داخل کرد. ماه گذشته حکومت ناحیه حصار زمین‌های قبلا تقسیم کردهش را بازپس گرفته و ابراز داشت که تقسیم زمین‌های کشت غیر قانونی بوده است، ولی افرادی که از زمین محروم شدند میگویند اسناد ضروری را در دست دارند. همین زمین‌ها در حقیقت موافق قرار حکومت ناحیه حصار تقسیم شد. مردم تالان‌ها گرفتند قدر امکان. تالان‌ها در دست مردم ایستادگی است، لیکن زمین‌ها را خودش بیکار کردن. امروز با گفتن که رفته خودمون دیدیم که همون زمین‌هایی که با مهنت زحمت جفت بریدن تقسیم کردن، امروز با باید جفت کرده کشت کردن کاری ده گندم کردن. اگه نمیدونم مردم که کجا دعوا کنه و اون زمین‌های از کجا گیره. با گفته دادستان کل کشور از حساب معاملات غیرقانونی زمین تقریبا 500 میلیون سومانی ضرری مالیوی آشکار شده، 924 قرار رئیسان شهرک و جماعت‌ها بیکار گردیدند. اخیراً در ناحیه رودکی و شهر حصار موردهای زیادی فروش غیرقانونی زمین برای بنیاد منزل‌های استقامتی آشکار شده است. کارمندان ایالت‌های اضطراری تاجیکستان صبح امروز در دوشنبه جسد جوان دختر 18 ساله را از دریا بیرون آوردند. خبرنگاران رادیو آزادی اسکندر فیروز و شادمانی تیم به جای حادثه رفتند و در رابطه با این حادثه تفصیلات بیشتر دارند. جوان تاجیک شام دیروز در همین منطقه خود را به دریا پرتافته خودکشی کرده است. صبح امروز نجات دهندگان جسد دخترک را از آب بیرون کرده با ماشین کمیته حالتهای فوق‌العاده انتقال دادند. وقتی ما به محل حادثه رفتیم جسد این دختر از آب بیرون آورده می شد. از روی نقل شاهدان جسد شبنم سهرابی 18 ساله ساکن ناحیه فردوسی را تخمیناً در 150 متر پایینتر از پل محله 46 پیدا کردند. نزدیکان این دختر فوتیده و نجات دهندگان نخواستند جزئیات حادثه را شرح دهند. از وزارت امور داخلی تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفتند پیدا کردن مشخصات این حادثه وقت می‌خواهد و دوام روز جزئیات آن را در اختیار رسانه‌ها قرار خواهند داد.
ولی تا زمان آماده شدن گزارش مقامات جزئیات این حادثه را به ما شرح ندادند. تنها گفته شد از روی این حادثه پرونده جنایی باز شده، دادستانی ناحیه فردوسی تفتیش را پیش میبرد. برنامه را ادامه میدیم. روز پنجشنبه ده‌ها راننده ماشین‌های بارکش در گذرگاه تورخم واقع در مرز میان پاکستان و افغانستان بند مانده بودند. 7 روز این جانب مرز بسته است. پاکستان با اشاره به نگرانی‌های امنیتی رفت آمد به افغانستان را منع کرده است. روزهای اخیر در پاکستان یک سلسله حمله‌های مرگبار به وقوع پیوستند. از جمله بمبگذاری مرگطلبانه 16 فوریه در زیارتگاه صوفیان ولایت سنتی پاکستان حیات کمش 90 کس را از بین برد. به نظر می‌رسد که از وضع کنونی جانب افغانستان نیز خوشحال نیست. در کابل ازدحام اعتراضگران نظامیان پاکستان را با موشکباران مناطق جنوب و شرقی افغانستان متهم کرد. اعتراض 23 فوریه بعد موشکباران گروه‌های متهم با افراطگرایی در هر دو طرف مرز مشترک پاکستان و افغانستان دایر شد. نیروهای امنیتی پاکستان میگویند که پناهگاه‌های جنگجویان را در داخل افغانستان هم موشکباران کردند. اعتراضگران افغان و حکومت این کشور تاکید میکنند که موشکباران مردم زیادی را به ترک مکان دائمی زیستشان وادار نمود. شورای پناهندگان نروژ که در افغانستان قرارگاه دارد میگوید این عملیات به کمش 200 عائله افغان تأثیر گذاشت. گردهمایی کابل قطع موشکباران فرامرزی را تقاضا کرده از جامعه بین المللی دعوت نمود که این عملیات پاکستان را محکوم کند. نیروهای خود پشتیبانی میکنه. مرد به پنجاب. حالا نگاه می‌اندازیم به قرقیزستان. علمای اسلامی این کشور میگویند رویه افراطی سلفیه که از عربستان سعودی سرچشمه میگیرد در قلمرو این کشور هم رو به توسعه گذاشته است. حکومت یک ایده جنبش و رویه‌های اسلامی را افراطی اعلام کرده، چند تن از روحانیان متهم به تشویق عقیده‌های اکستریمیستی را مجازات کرد. ولی تا هنوز مقیاس و نفوذ واقعی سلفیه و سیاست رسمی حکومت قرقیزستان در مقابل این رویه تشخیص نشده است. در این باره همکارمان ساجده میرزا تفصیلات دارد. نمازگزاری در مسجد مرکزی بیشکک یک بخش معمولی زندگی روزمره ساکنان پایتخت قرقیزستان است. ولی اختلاف‌های دینی در این جمهوری آسیای مرکزی هرچی بیشتر بروز می‌کنند. بعضی علمای قرقیز بر این نظرند که جنبشی برای مردم بومی بیگانه سلفی در میان مسلمانان قرقیز نفوذ پیدا کرده است. به قول منقدان سلفی ها خلاف اسلام عنعنوی عمل می کنند و این افکار بیگانه را با پول خارجی از عربستان سعودی صادر کردند. حکومت قرقیزستان تا حال مقرر نکرده است که نشانه پیروی به سلفیه چیست، ولی شاخه های پراکنده این جنبش مذهبی مقامداران وزارت کارهای داخلی را نگران کرده است. Bizeme jalpı deb aytууdan qaçabız. Sebebi birinchidan ما نمیخواهیم بگوییم که تمام سلفی ها خطر دارند، زیرا ما با عربستان سعودی رابطه های دیپلماتی داریم. در آنجا سلفیت سیاست رسمی دولت است، اما بعضی از شاخه های این جنبش در همان کشور هم ممنوع می باشند. مثلا تکفیری ها، جهادی ها و سلفی های نو که واقعا برای ما تهدید هستند. xizmatdashuvimiz bor. O'shaning uchun endi qila olmaymiz-da. سالهای اخیر شماری از قرقیزها افراطی شده به سازمانهای جنگجوی پیوستند. در نواری از سال 2015 یک مرد قرقیز مردم را به جهاد در صفهای گروهی دهشت افکنی دولت اسلامی دعوت می کند. Misal üçün takfirist jihadistik salafiler bunlar bizden birleşiğimiz boyunca سلفی‌های تکفیری و جهادی مثل گروه‌های وحشت افکن دولت اسلامی، القاعده و بoko haram بوده و کشوری ما تهدید می‌کنند. uyumlar. Demek bizning qo'mchilikqa, o'lkamizga, mamlakatga tudrad. بخش قرقیزی رادیوی آزادی از مفتیات قرقیزستان خواست که چارچوبی تشخیص سلفیه را شرح دهد، ولی تا هنوز جواب نگرفته است. حکومت قرقیز هم خط مشی خود را در مقابل سلفیه و ترغیبگران غایه‌های سلفی مشخص نکرده است. شمس‌الدین عبدالخالق که خود را روحانی سلفی معرفی می‌کند و بعد نوشتن کتابی به اختلاف انگیزی متهم شد و حالا در جای پنهانی به سر می‌برد، در صحبت تلفنی بر رادیوی آزادی چنین گفت: درست نیست که هر مسلمان بر اساس یک رویه زندگی کند. این دیکتاتور بوده خلاف اسلام است. دولت نباید آزادی از طرف خدا هدایت شده را محدود کند. ما باید حق داشته باشیم که عقیده سیاسی خود را ابراز کنیم.
ارسن بایزاقوف، شخص دیگر که در ارتباط با سلفی ها یاد می شود، بعد لط و کوب از سوی افراد نامعلوم بستری شد. بایزاقوف اصرار می کند که او سلفی نیست و تنها برای اعتقاد دینیش مجازات شده است. او در شفاخانه از کافتکاوی خانهش یادآور شد. من 28 aprelde men uyumu bular obus qilib kelishganda روز 28 اپریل امنیتی ها آمده در خانم کتاب صبر صبور شمس‌الدین عبدالخالقوف را کافتند. آنها نسبت به من بدرفتاری را روا دیده دستانم را زنجیر بند کردند. نقش عربستان سعودی در توسعه عقیده های سلفی در خاک قرقیزستان واضح نشده است. آنچه روشن به نظر می رسد این است که با فکر بسیاری ها حکومت قرقیزستان و علمای اسلامی نباید از بحث این موضوع کناره‌جویی کنند و باید در رفع تهدید رویه های اسلامی بیگانه بیشتر سهم بگیرند. حالا برمیگردیم به تاجیکستان و میرویم به سیر شهر ترسونزاده که به قول شاهدان هر دومین راننده آن ماشین تیکه دارد. این نوع نقلیات خردجوسه بنابر کم مصرفی مورد استفاده ساکنان این شهر قرار میگیرد. کارشناسان میگویند برتری دادن به چنین ماشین از فرهنگ صرفه‌کار بودن مردم اینجا درک میدهد. مومن احمدی نیز در راههای ترسونزاده تیکه سواری کرد. ترسونزاده یکی از شهرهای بزرگترین تاجیکستان را میتوان شهر تیکاها نامید. در این شهری 70 کیلومتر غربتری پایتخت تاجیکستان تقریبا خانواده نیست که ماشین تمغه دیو تیکا نداشته باشد. در ترسونزاده نزدیک 18,000 واسطه نقلیات ثبت شده است. اکثر کلی آن ماشین ها را تمغه دیو تیکا تشکیل می‌دهد. این ماشین خردحجم کوریای جنوبی در ازبکستان تولید می‌شد. در هیچ گوشه دیگر تاجیکستان چنین تعدادی ماشین دیو تیکا مشاهده نمی شود. زیرا در ترسونزاده ماشین تیکا نه تنها وسیله نقلیات بلکه جای کار است. لیستم سیستم ها زندگان کارچکا پارچکا روغن پوغان میوام زندگانی میکنم ده همین تیکا قطعه. قیمت راهگیری همان نوع تاکسی ها در ترسونزاده یک سامانی است. اما چند گردتم یک سو میگیرند. گرگشت بیانم خیلی کمتر دورتر روند نمیدونم. اما گرد رو شهر فقط یک سوم. ماشین تیکا در 100 کیلومتر 5 لیتر بنزین خرج میکند. قیمت خود ماشین در این شهر از 1500 تا 5000 سامانی گفته می شود. تیکا نسبتا فایده آور، نسبتا ارزان. انا خلق به منزل جایی که هست میبرد. جای مانداش میرسوند، خدمت خلق میکنند. اهالی خرسند. استفاده سرتاسری ماشین تمغه دیو تیکا در شهر ترسونزاده تقریبا 15 سال پیش شروع شد. دیو تیکا در سالهای 1996 تا 2004 در ازبکستان تولید میشد. هم مرزی شهر ترسونزاده با ازبکستان یک سبب زیاد بودن شماره دیو تیکا در این شهر گفته می شود. ترکیش در کارخانه کیمیاوی فرغانه آزاد در شهر فرغانه ازبکستان 6 کشته بر جای گذاشت. یک نفر دیگر با جراحت‌های به بیمارستان انتقال داده شده است. وزارت حالت‌های فوق‌العاده ازبکستان در بیانیه رسمی گفت که حادثه بگاه 23 فوریه هنگام کارهای ساختمانی وصل‌کنی در سیخ استحصال امیاک رخ داده است. این نهاد میگوید فعلا برای تحقیق سبب‌های ترکیش و کمک به خانواده قربانیان یک کمیسیون دولتی تأسیس شده است. کارخانه فرغانه آزاد را سال 1962 به استفاده دادند. در یک پرورشگاه حیوانات وحشی در چین ببرهای سیبری به شکاری پرنده ها و اگر پرنده نباشد به صید درون ها یا خود هواپیماهای بدون سرنشین شوق زیاد دارند. یک فرق همین است که وقتی پرنده به چنگال آنها می افتد تناول خوبی دارند و وقتی درون را دندان می زنند هواپیمای بدون سرنشین آتش می گیرد. این چند خبرگزارش مهمی بود که می‌خواستیم با شما در میان بگذاریم. خبرها و ویدیوهای بیشتر را در وبسایت cwazadi.org در صفحه‌های ویژه ما در یوتیوب و شبکه‌های اجتماعی پیگیری کنید. تشکر برای همراهی. برایتان استراحت خوب می‌خواهیم و خدا نگهداری هر یک شما.